برز دکتر مجید حقی شروکار سیاسی جه هلسینکی فنلاند و بمراد باک مجید دم باش کام زن بنجاری نرینا گشتی اروپای چی ال سروی شری چواد نرن سلام ورز دوله بینیت ما راستی دا ولات اروپایی که اروپا به شری به نظیر که دبرکو کمر اسلامی ایرانی در مدت 47 سال در باز بوده به سیاست پاونخازی و ماجراجویانه خو هر تم دراستی شرف رو که ل هم ولات اروپی هم جی ولات هریمه دا به آیدا لواری سیاسی و با آیت لوای دن پشتیبانی ل هیرشین آمریکا و اسرائیل لسر ایران دیدن لیل هر دم دیگر بیجا نگران وی که نکو اگر شرع ایران زیاده تر بکشید آلوزی نوچه هریم زیده بند ترساوی های که پیلا پنابرا برای یکتی اروپا بید برای اروپا بید و اواج جی نگرانی اجبو یکتی اروپا دبر وی ولات یکتی اروپا همو جاری تجوزی سر بیتن که نابید شرعی کنه ها بگو هیا برفرانتر بیتن و لجهتی داد بیت بشیوه که کنترل کردی بیتا برای برد هیچ پینگا و که بکریار جالیه کتی اروپای و دی بیتا آویتن هنزانن یکتی اروپا لوی مدیدا جلک حولدان دانه دجال آمریکا پیوندی جتنا لواری هم پاراسترا برجواندین خدا هم لواری وی که دو بکارن بشیوه که لشیوان لسر دارشتن سیاست پیش روزا پیاندار به ایران کار بکن سروی اساسی کنسل کشتی آلمانیا جاری که سردان واشنگتن که دل پرزیدنت ترامپ هفدیتن کلیه ولایت اروپایی دا آست وزیر در و دا هفجوین کردن و هر وکیل نوچه خودش و گفت پارلمان اروپا دا سروی که قرار هند کوبوناشی بند بگمان یکیتی اروپا چون که اکثریت چالاک نیه لبی واردا آمریکا او لدر و هلانه زورتر او لگور ویدشن کن سیاست آمریکا استراتژی آمریکا چونه لگور وی سیاست خوشی رگ دخن دیاسپورای ایران و یا کرد یا روشلات کردستان لاوروپای چواد دنیر نوی کشه یان جی چواد دکارن لوبیا خواه به حزب کن لاوروپای نه بلکه باشترین در فرد بید همیشه بود دیاسپورا ایرانی همیشه بود دیاسپورا کرد خواست ماهی چون که وان دمین در باز بوده باس رولا کرد و که اکثریت مازن کرد شیتن گهارتنی جلق مازن و بنجهین ایرانی دا پیک بینید نه پیش هل وان چند روز در باز بوده تقریبا لحمو مدیای سلطیه ولات اروپی داد او ولاتی که اصلی داجین بود من فنلندی هم ل روزنامه هلسینکی سانمات کو در روز یکشنبه دا مازن ترین روزنامه همو اسکاندیناویه او رادیو تلویزیون کانال یکی دولتی فنلندی قال مثلا كردو جرينجيا كرد وكو يعني اكثرت استراتيجيت و هالكوتا استراتيجيه كردا سرويتي تيرا برويتي بونا دياسبوروي چالاكين دياسبوروي سروي اساسي جي رولا خو جلق مازن هيا هم جبو راكشانا پشتواني هم جبو ويتيكو بكار بن هند بروجكت مخابن دياسپورا نوانگره ایرانی به باره دا بچه پاونخواز به آیی که دخوازی تنحمود شد سر نوای خو خلاصه تنحمود شد مشروعیت عالیه دی بکشیدن به شیطان سازی و به پروپاگانده نگاتیو و اواجی لعالیت مدیایت روجوا دا خواست ما حتی سیاست بریاردن سیاسی روجوا دا تین دیدن گلک جرا مددید که دیاسپورای کردی روشلات کردستان لاوروپای ناکوکی چه دبون یان جی به هفرا نبون گلک مراسمان گلک بونیان پشتی که هف پیمانیا هزین سیاسیان روشلات کردستان چه بو باندورا خواه بگشتی لجواک کردی لاوروپا کریه که اف جیه گرتی بن؟ لبری پیکاتنا هف پیمانیا روشلات کردستان لراسته او بویرین کل روجوای کردستان هات پیش همو دیاسپورای کردستان سرانسر دیاسپورای کردستان یک خست دیاسپورای کردستان با آوائی که هفدنگ هاو آهنگ لپیوندی لجل مثلا با روجوای کردستانی چتا شقام دا پیوندی لجتن او یجندیه و او هاوکاریه پشتی پیکانینا هاوپیمانی سیاسی لروشلات کردستانی دا قوت از ایده جدید یعنی کردین ها هر چهار باشین کردستانی با آوائی که جلک چالاک با آوائی که جلک بدلخوشی و دلفرهی دخوازن دیجل بد ام دکارن وی جی لچشا یعنی طوری جواتی داشت ببینید که چشا هاوکاری چشا هفگشتنی چشا پشتیبانی کردن لیکر چشا هاندانا یک تر جبو کاری باشتر زیده تر بیه
و ناوەندەکە لێکۆلین و دووداچوونێ ژی هەیە کە مەجید بەنەری ناوە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بەر بکوو دەچە چ ئاراستەیەکی هەنەوە ما نوان نتوی روشلات کردستانی کل سال 2019 دا مزرندیه به آرمان جایی گرفتن کردی به آرمان جایی که کوپرسا کرد به آلیت نانتوی بناسنیتد سروی اساسی مجلک جوین کنه لپشتی دست پیکا شورش جنجیان آزادی دا دراستی دا نواندی پروژه دست پیکر لسر اساسا پیکینانا پلتفرم که هاوبش که همو هیز سیاسی و مدنی روشلات کردستانی لدور هفدا به آرمان جن کو بکاری بیت نونیاتیا پرسا کرد هم لاست ایرانی هم لاست جهانی بتد بکاری بیت دیاسپورا کرد رگ بخست ارگانیزه بکرد بکاری صندوق مالی جبو پشتری ل خبات نتواکل لروشلات کردستان پیگ منید بکاری بیت مدیای نتوی پیگ منید لسر اساس کار کرد پشتی پیکانیا نوانده هاوپیمانی یا لاست هیزن سیاسی کردستان وقتی بریاره که اجتماعی و پشتیبانی کنن لیو اساسی دا نواند بریار داره که دزدی ها مدیای خو اوتو که سیستم که مدیایی جلک بهش شکلیه لواره تکنولوژی و امد بیشتر بریار داره که اولی که وقتی دزدی ها جرا جهاندن بخت خدمت نواند هاوپیمانی سیاسی کرد جبو بسروی که شوپاندرین وقت چه بیشتر پیش بینین وقت چه بر روشلات کردستانی دوی شاری دا پشتی شاریش دوی شاری دا اول که هوجه ویگوی چون که ویگوی ام اکتری چالاک نیست و که کرد ام اکتری چالاک نیست هرچند پتانسیل آوی که ام اکتری چالاک این جلسه ورها دستر وی اساسی ریبرین یا نونین تیزین سیاسی کرد هات نبانچنش بو آمریکا به اساسی دا ام وید بینیم که در فتح جلک مازن وید پیش او در فتح مازن جی هوجهی به ارگانیزاسیون کردن هر ون جی به کوردیناسیون و هوجهی به ویدی هک که دیالوگ که نوخوی نتوی چه بیتن که او پروسا و گاستن پروسا چون نو خلقی دا هم لواری نوخوی دا بو دما راگاه زنا پرساکت لروشلات کردستان هم جوابی عالی نانتوی دا بيت بكارانين چونکه مهیز و شیانه که جلق مازن سرمایه مروی جلق مازنه کو بشک زور جوان لدروی حزبانه لدروی رخصتنی سیاسیه و دبیر بین کانالیزه کردن باشه گلک رخصتن مدنی و سیویلیان روشلات کردستان داخویانی دانه اوجی پیشنیارین خود دن جبو کنترل کنار روشه لی چالگوانین ارمی داخویانی که بالکش دانه دخوازش خلک باجار دکن که ج باجار در نکه و نچنه گندان اگر گوهرتنک چه بو و دمه بلکی کرد ضرر بکلی وی باجاری گوهرتنا دموگرافیک چه ببه تو جه خلک وی باجاری لدور و نرینه و چیه لسر وی که به هزار من ارمیه و جلن باجارن که بشیوه هاوبش هم نتوا کرد و نفتها ترکین آذربایجانی آذری تدادجین جلت پیوسته که او دو نتواه بری هر چیزی هزار پیش روز خوب کن یعنی ام دویا چه عالی گویی خونه دادن هیچ تنظیم چه عالی کردابن چه عالی آذربایجان بن که بخوازن نوبر آوان نتواه کرد خلک ارمی و خلک دوری نه جالشونی خود درک اون چون که درکتن آوانه دبیت سبب بیتی که جرا پرووکاسیون عالیین دم چی بیتن سروی اساسی از باورم که وید لبی گاوی دا هوجه روشنبیر و کسایتین کرد خاص ما ایو کنه خوی ولات دانه بکاربن جل تجهشتی و کد بیژن ارنسپیت آذربایجان رون جبو که بکاربن بشیویتی هاوبش برابری و قناق گواسنه بیتن جبو که پیشگیری هر جرا تکلچونه که بچن چون که اگر بیتو کیشه اکساز بیتن او کیشه دکاریتن جیانی هم جبو آذربایجان خطی آذری بیت هم جبو خطی کرد بیت ام به صدان سال پیش وجیانه به صدان سال ام جناری هون ام ما تکلی مالباتی تیده هنه تکلی خونی هنه ام وی تکلی بلا دولمند چون که در باز بیت نمونه جل سرکوتی باش معبونه هرچند مخابن چیزی نخوشی معبونه لیم دکارن در باز بیا باش و نمونه باش پیجوانی دا بهره برگردن جبوکو ام هریم ارمی هریم که آرام و خوش بجویی دا آودان کن. گلک سپاس دکتر مجید حقی شراکت سیاسی جهل سینکی و مرابوی سپاس بود.